من همیشه به پیش حرکت میکنم. زیرا شکست خوردن برای من این قدمی به موفقیت است. به کسی کاری ندارم، زیرا هیچ کس کفالتی ندارد که شکست نمیخورد. همه میخواهند که کامیاب شوند، اما این به شکست خوردن امکان ناپذیر است. تنها همین را دانید که همه این مشکلی ها این تجربه است و این امروز نی پگاه شما را به قله های بلند زندگی میرساند، به آن شرطی که شما تسلیم شکست ها نگردید. سبب های زیادی هستند که شما به پیش حرکت نمی کنید. شما می نشینید و یگان معجزه را انتظارید. شما کردیت های زیاد دارید، همسرتون شما را نمی فهمد، شرایط خوب ندارید و دیگر. سبب در آن است که اگر شما خود را 10 سال پیش به دست می گرفتید و یا 5 سال یا 1 سال، حداقل 6 ماه پیش اگر عمل کردن را، رشد کردن را می آموختید و هر یک این را آغاز می کردید، شما الکی در آن نقطه ای که ایستاده اید نمی بودید. از این سبب نوابسته به سن و سال شما وقت دارید که حیات نو را آغاز کنید، تنها عمل نمایید.